مرحمت فامیل نامتون هم شما بیاد Я Набиев Барот, якими мои хаш, аз он сазматан, бу дантро Беларус графтем, мазисо капиданмун. درون مترو با Дарун метро ба қабдан будан он кабини шуда. Миграсион кор эксасан да падис бурдан, весе эксасан тайёр шад, бу ба саш рафтам мазисо кабдан. Потом когда эксасан тайёр, укниндан су брим биорем, шу ёки яму там аро икним биорат. Уже сразу нейса удан зангзад. شما هم رو بید Варди на ҷо. Ман бурдан мух не хамон миграсион ка аста, ина сераку пешаста куфи корона метадля. Уча да рафтем регистрацион новардан, мега поздно шидеш, мега регистрацион қабул накардан. Суда будан атаиш қоғаз будан 5 рӯз вақт додам ки андезои штраф барем. Ман абжал аз наштим да рафтем депортация мекардам. Дар китон сат рӯзам депортация мекардам. 10 рӯз вақт додам, мега шин дарду ва дар Москва бурд. شما اهمیتی نیاکورد خطاگی اول از طرف сотрудников полиции روسیه دیگه خطاگی خیلی سودیا در حالت دیده برآمدن خبرداری شما در حالت تقدیم کردن درست کردن مهلت اومدن در روسیه خواهش داری ندارین اوریجینال میگراسیون کارت شما رو فدرال میگراسیون شما میگرد برای خجالت زیاد کردن برای دیده برآمدن در این خط همون هست Мана پس از این شما در کاپ داشتن شما درست شما دگید باید شما را سر سود نمیدونید دیو کاپی که شما را دادگر مرتبه اول این روزش 10 مارس است مدت 10 روز شما مهلت دارید برای ابژال یکی تغییر کردن مراجعه کردن به سودی بالایی شما روز 16 مراجعه کردید مدت 1 ماه باید دیده برآمده شود در وقت شما مراجعه کردید موافق مراجعه‌نامه شما жалобы شما به سیستم Мосгорсуди Москва به شما کسی به تماس برآمد کسی به علاقه برآمد زنگ زد شما که ما میتونیم بیایم ماسکوی دستگاه سود برای دیده برآمدن کار کنیم روز جمع. حالا که امروز 5 روز نگذشته است خواهد از ما را زنگ زدن که فلان سودا بیاین و امروز هم شما را بردن سود چون در فکر که همین روز هم که شما را بردن سود اونا در فکر بودند که سودی بالایی مبادا ببیند و شما سودی بالایی را نشان داده که در قدر رجیستراسی که برتر نبود گرفته شد و در روی خط فامیل تا امروز شما هستید شما را کسی از روی خط وقت برمانید چون اینجا فقط نشگه که نداشتنی رجیستراسی در شهر مسکو که شما دارید نداریم در قضام نوشته که نداریم در خیلی پروتکل сотрудники полиции کارمند داخلی روسیه که شما ندارید و در سود اول در سود دوم شما پیشنهاد کردید شما فهمیدید حکومتداران روسیه در قسمت سودی که مرحمت اون چیزی که هست الان همین چکایی که شما دادید همه از روی قانون روسیه است لکن به این هم سود نظر نکرد سودیا و او که مدتی 10 روز بعد شما میتونید از روسیه برآمده روید چی باید کرد؟ انا دیده برای تو نکردم حالت شما برای چی این شد؟ برای چی این شد است؟ به مانند شما امروزا هزاران تاجیکان پس از سپاریدن پول چک بعد از کردن قسمی دراز نمودن مهلتی آمدن در روسیه و حبس خانه به اسپیس پریورینه میافتن یکی خود با پای خود برآمده از روسیه میره کسی نسبت شما گپ هم نمیزنه خاموشی تاجیکستان هم هست خاموشی سفارتخانه است خاموشی کنسولگری است خاموشی خدمات هم هست اینجا چی باید کرد که امروز شهروندان تاجیکستان به مانند شما نسبت مراجعت آینده ما چی میشه که در تاجیکستان جای کار نیست برای یک پارچه نانی افتادن خودتون میگین که من دروغ دارم مشکلی زیاد است یگانه مقصد اردوی شما بود که به روسیه رفتن کودکای خود رو دادن لکن دولت روسیه حکومت امروزی روسیه ما را نمیخواد دیدن اینو باید ما آشکارانه گپ زنیم ما تکمیل کردیم آنالیز کردیم 4200 این یک نوع فریب بود شما را فریب دادن باید شب و روز آینه نیروگونی تاجیکستان درباره مهاجر گپ زنیم درباره همین فاکتور و دلیل‌ها گپ زنیم که رفتن شما این خالی ماندن بودجت خانه شما است این کردیت‌های شما از بانک‌ها گرفتن برگشته سپردن همین شب تا روز با خوابیدن شما در این تاخانه‌های روسیه است و امروز ببینید که
حتی سودی روسیه سودی آشکارانه نبوده است. سودی که میخواهند با دیگر رو تاجیک رو از روسیه برارن. خوب نیست است که حکومت تاجیکستان در اساس همین مکتوب‌های شما، در اساس همین قرار شده ملت تاجیکی که شهروند تاجیکستان روی سفر رو از روسیه کنده کند. همین خوب نمیشه گپ زدن. وقتی در حالت آشکارانه گفتن شما با روسیه نمی‌آمدید. حالا یک چقدر این پیداش در فرانسه همه این در مدت یک هفته است. میلیون های پولای شما در دست ربردت نمون کارفرمانده در مونده است. اونم گرفته نمیتونه. و برای چی روی شما بسته نمیشه که اگر روی شما همین روز بسته شد در روسیه امروز سودیا بی پول میمونه و اگر از این شما رو با قسمی دپارتاسیون گذروندن 5000 روبل تون با شما از تاجیکستان به این حکومت گذرونی شخصانی که دست پسپریونیک هستند اونها رو فریب داده با نیتی گرفتنی بیرد از طرف اینسپکتور با جای 8500 روبل 18000 تا 20000 روبل شما زده میگیرم با در آنجا مجموعه با 5000 سپوریتون زیاده از 1000 امروز جوانی تاجیک زن و دختر تاجیک و جوانای تاجیکان در یک سپسپریونیک صخره است. زیادی آنها از 6 ماه برای چی نمیرن وطن؟ چون که فقط آورده پول به دست اینسپکتور در کار است. این چی است؟ سفر به وطن ده روز شما مولد داریم. ما میتونیم مبارزه بریم، مبارزه دراز بریم، مبارزه طولانی بریم در روسیه که عاقبت آورده در آینده گوییم که 2 نفر شهروند اینو حقا کدامش را دیدن؟ شما از زمین رو که بالاتر یگان تنگه با روسیه نمیگذارونید، نه رجیستراسیون بکنید. قسمی بالایی اینا دیدن میبراید، قسمی بالایی سودی ورخانی سودی رسیه میبینه. شما با کاغذهای ما رفته خودم با کی در اینجا باید خودی همون پیچتی که هست کن از طرف خودی گذاشته بشود. این شترافنای سانکسی وزی میگن 5000 سپاریده نمیشود تا دیده برآمدن سودی امروزه است بالای روسیه 6 ماه است. مرحمت خواهش داریم در روسیه گردیم. نباید یک اون ستوری که پلیس به شما از طرف خود بابدی نگاه کند.